بسم الله الرحمن الرحیم. خانم صباغ درس قبل رو توضیح بدید. گفتیم که از ویتامین آ گفتیم که ویتامین آ 3 دسته است: رتینول، رتینال، اسید. اون شاخه هم نفهمیدم. بعد گفتیم که نوع فعال داره، نوع فعال داره، یه نوعی که بعداً تو بدن فعال میشه که بتاکارون هم داره. که بعد گفتیم که منابع فعالش حیوانیه، منابع بتاکارونش گیاهیه. فعالش مثل جگر، بتاکارونش مثل زردک خبیجی. بتاکارون یعنی میره تو بدن بعد فعال میشه. بله. بعد مسئولیتش هم گفتیم که یکی توی پوسته، که قوای جنسیه، یکی هم روی اول چشم ببخشید. قوای جنسی و پوسته که الان زردک سه تا این چیزو داره داخلش، خیلی ویتامیناش زیاده. بعد گفتیم که وقتی ویتامین این کم میشه، خشکی زیاد میشه، خشکی چشم زیاد میشه که بعد باعث خشکی کجای چشم؟ قرنیه چشم که بعد باعث فرقش با کدوم ویتامین بود؟ ای. که این تو شبکیه، توی شبکیه، این تو قلب. بعد اول باعث شبکیری میشه، خشکی چشم میشه، بعد شبکیری به وجود میاد و یه بیماری خاص بعدش هم خیلی بعد گفتیم که منابعش هم شد. خب بعد گفتیم که ویتامین آ هم روی خشکی پوست تاثیر داره، هم روی زخمای پوستی، هم روی التهابات درونی، مثل همون سندرم روده تحریک‌پذیر که باعث میشه التهابش بخوابه. بعد منابعش هم که توی چیز بود، همین زردک رو، جگر رو، بعد سبزیجات رو، میوه‌های زرد و نارنجی. جگر شد خود ویتامین آ فعال، درسته؟ زردک شد چی؟ زردک شد بتاکارون. بعد اگه بخواد ویتامین آ خوب جذب بشه، این توی گروه که دو سه تا مطلب علمی گذاشتم دیدید که مثلا داره با آنتی اکسیدان داره صحبت میکنه، میگه آنتی اکسیدان دیگه چیا بود یادم نمیاد. بتاکارون اینا. ببینید اینا یه چیز بتاکارون شما چیز خاصی میاد. خانم یوسف هادی تلگرام ندارم ولی این تمرینا رو اگه انجام بدن خیلی خوبه. داره یه نفر تلگرام خیلی بعد مثلا همین که نشته بتاکارون، آدم بتاکارون میفهمه که توی یه مولکولیه، ترکیب مولکولیه که جزء رده ویتامین های آ حساب میشه، ویتامین غیر فعال. آنتی اکسیدان گفتیم باعث چی میشه تهش؟ تقویت سیستم ایمنی میشه. خب بعد حالا بریم تو ویتامین ای بود دیگه، درسته؟ الان آ رو تمام کرد دیگه، بذار اینم نکته نبود. رتینول. پس گفتیم سه تا وظیفه مهمش، اول از همه ویتامین آ که میگن چیه؟ چشمه، بعد قوای جنسیه، بعد پوسته. تو چشم که خشکی قرنیه چشم میده و زخم و فلان اینا میشه، زخامت قرنیه. توی قوای جنسی که خب ضعف میده، ویتامین آ میاد قوتش میده. توی پوست یه چند تا نکته داشت. تو پوست یکی باعث التهابات، کلا البته التهاب از بین میبره، مثلا توی سندرم روده تحریک پذیر التهابا رو از بین میبره، ولی توی زخمای پوستی، زخمای التهابی پوستی هم از بین میبره. خب ویتامین ای رو بگید. بعد ویتامین ای هم که گفتیم که این هم باز آنتی اکسیدانه. بعد از جوانی گندم که ساعت شده. بعد این چند تا چیزی تاثیر داره، یکی بحث قلب‌عروقی، یکی عضلات، قوای جنسی، هورمونی یعنی، بعد دیگه سیستم اعصاب مرکزی چشم هم. خب بعد دیگه یعنی ویتامین ای بعدن که دیدید یه قرصای ویتامین ای دیدید چه رنگ قرمزه، تقریبا گرد قرمز ژله‌ایه. خب اونو مثلا برای چی یه پزشک میده به یه شخصی؟ حالا اول که تو آزمایشاش ویتامین ایش پایینه، ولی یعنی چی؟ یعنی ضعف عضلانی ممکنه داشته باشه دیگه، ضعف سیستم ایمنی میتونه داشته باشه و داستان‌های. خب یه توضیحی دادن ویتامین ای باعث گزگز میشه، دادن؟ خب بگید. بعد اینکه ویتامین ای کم بودش باعث چی میشه، گرفتگی میشه، افتادن سینه و گونه میشه. چرا؟ نه نگید افتادگی گونه و سینه. چرا؟ قشنگ یاد بگیرید چند تا کار میکنه. خب از اصلیه یاد بگیرید، فرعیاشو دیگه آدم تو ذهنش میاد. نمیره که رو گونه و سینه رو بندازه. چرا گونه سینه میفته؟
چون ضعف جنسی میده. خب اینو یاد بگیرید، ویتامین ای رو بحث جنسی تأثیر گذاره. پس وقتی کم بشه بحث جنسی هم کم میشه، گونه و سینه به تبع میفته، زودانزالی به تبع میده، نه اینکه خودش مستقیم. یعنی یادتونه گفتیم مثلا به 5 رو کورتیزول و اینها تاثیر میذاره، یه وقتی کورتیزول کمه زیاده، یه وقتی ماده که به 5 کمه، ویتامین دی، کلسیومه. اینجا اینه چون قوه جنسی رو ضعیف میکنه به تبع سینه میفته، نه اینکه مثلا چون طرف شیر داده سینه‌ش افتاده مثلا. خب منابع شامپو رو کنید زیتون فریب آب دیگه ستاش میتونیم خلاصه بگید کارکردهای ویتامین ای رو. ضعف ماهیچه ها بود، درسته؟ ضعف ماهیچه ها. خب شبکیه چشم دیگه بگید، میخوام چند بار بگید. نه گل گرفتگی نه، چی؟ جنسی، اصل کاره، قوه جنسی، ماهیچه ها دیگه، رو پوست یکم، رو شبکیه چشم. مثلا خیلی این کرمایی که میسازن زده توی دستور ساخت کرم که خودمون میخوایم بسازیم به عنوان داروساز، چه به شیمیایی چه به گیاهی، توش ویتامین ای هست. چرا؟ چون رو پوست، یعنی داخلش پودر ویتامین ای رو میریزیم داخل این کرم خیار مثلا، یا داخل یه سری ضد آفتابا ویتامین ای، چون رو پوست به صورت موضعی تاثیر داره، رو عضلات داره، رو قوه جنسی داره. خب دیگه روی چشمم داره دیگه. آنتی اکسیدان. خب بعد میتونیم علائم اگه کم هم بشه تو بدن، اولش باعث سرماخوردگی میشه. یعنی وقتی میگیم ویتامین C، درسته من این خلاصه ها رو ندارم، نمیشه بهتون گفتم. آره یکی خلاصه شو میده به من. اینجا دارم. خب گفتیم ویتامین C آنتی اکسیدانه. یه چیز تا ویتامین C میگن یاد چی میافتیم خانم عبارشی؟ سرماخوردگی میافتیم. خب تو منابع مشهورش هم درسته، یاد پرتقال، گوجه فرنگی اینا میافتیم، گریپ فروت اینا، ترش گسمزه. خب ترش و گسمزه. اسم دیگه ویتامین C که معروفه چیه؟ آره یا اسید اول آخرش میگن اسید اسکوربیک. خب این ممکن دوباره تو همون یه مقاله علمی که میخونید نزده حالا ویتامین C، خب زده اسکوربیک اسید، که اینجا شما باید بدونید منظورش الان یه مولکوله که این مولکول تو رده ویتامین هاست و کارش هم اله فعلا. خب بعد گفتیم محلول در آب ویتامین C، درسته؟ B و C استثناء بودن، B و C محلول در آب بودن. یعنی چی؟ دو تا نکته، یعنی یکی از طریق ادرار دفع میشه اضافهش و باعث زیادی مثلا زیادی ویتامین B یا زیادی ویتامین C تو جامعه شایع نیست، چون از طریق ادرار دفع میشه. یکم بعد روزانه وارد بدن بشه توی محلول در آب. و گفتیم ویتامین C سرماخوردگی، منابع مشهورش هم پرتقال، یادتون باشه. و یکی دیگه گفتیم ویتامین C که پایینه چه اتفاقی میفته؟ سریع حواسمون میره به لثه ها. خب یعنی باعث خونریزی لثه، تورم لثه، آره کم‌خونی ممکنه بشه، خون دماغ شدن و اینها. گفتیم لثه رو توضیح دادیم، بودیم مشکلش از اعصاب میتونه باشه، از سودای مغزی که زیاد مسواک بزنه، از خشکی لثه ها میتونه باشه، از پرخونی میتونه باشه، از مسواک اصلا داغون، این نکته ریزم اشاره کردیم، میتونه باشه، از کمبود ویتامین C هم میتونه باشه و علل دیگه. خب و گفتیم یکی از بحث التهاب لثه هاست، کلا رو لثه خیلی خشکیشو میده تو لثه. خب و یکی دیگه گفتیم چه و توی حالا مو اینا هم که شکننده میکنه خیلی نیست. یکی گفتیم افزایش وزن میده، منتها خاصیتاً. چرا افزایش وزن میده؟ با اینکه خشکه، چون متابولیسم رو میاره پایین. یعنی بحث سنجده بود، گفتیم سنجد هم سرده هم خشکه، ولی سینه خانم بزرگ میکنه، قوه جنسیش هم میبره بالا. با اینکه هم سر، یعنی چی باعث قدرت جنسی میشه؟ گرمی و تری. چی باعث بزرگ شدن سینه خانم میشه؟ گرمی و تری. ولی سنجد هم سرد هم خشکه، یعنی بعد بکوبه تو هر جفته. منتها دقیقاً برعکسه، نه تنها نمیکوبه، نه تنها همونجور نگه نمیداره، دقیقاً عکس عمل میکنه. چرا؟ چون بحث هورمونیش بالاست.
تمام این که هم سینه رو مثلا بزرگ میکنه هم میلی جنسی فقط به خاطر هورمونه. یعنی خاصیتش به مزاجش میچربه. ویتامین C هم اینجوریه، خشکی رو میبره بالا، آدم باید لاغر شه، ولی چون متابولیسم بدن یعنی هم سوخت سازی بدن کمی، وزن میره بالا. خب ویتامین K هم خیلی خلاصه میگم بنویسید. ویتامین C خشکه. خشکی ولی افزایش وزن میکنه. نه خودش خشک نیست، کمبودش خشکه، خودش تر. ولی خشکیشو کجا عارض میکنه بیش از همه؟ توی لثه ها. کجا خشکی رو خیلی بروز میده؟ توی قرنیه چشم. کجا میده؟ توی شبکیه چشم. توی جنسی هم خیلی تأثیر گذاره. مثلا توی یکی ابن سینا گفتم برای پسوریازیس که بیماری پوستیه خشکیه، 1-2 سال با خانم کوچکی سر تلفظ این پسوریازیس مشکل داشتیم یاد گرفتیم. بعد یه بیمار خشکیه، ابن سینا میگه زردک یعنی هویج. اینجا برای کسی فقط میگه که ویتامین آش پایین باشه، نه برای همه. اگه به یه جوونی، من دیدم یه جوون 17-18 ساله‌ای که پسوریازیس 90% کل تن داشت، به لحاظ مالی، به لحاظ زیبایی، شغلی و غیره، شرایط ازدواج هم به هیچ عنوان نداشت، و خیلی هم گرم بود، پسوریازیس گرم داشت. یه عطاری که خیلی هم معروفه توی شهر بهش چی داده بود؟ بهش زردک داده بود رو حرف ابن سینا. این قطعا چه اتفاقی میفته؟ خود پسوریازیس از گرمی رو گرمی بدترش میکنه، درسته؟ میل جنسیش میره بالا، تخلیه بکنه یعنی خود ارضایی، خب تخلیه بکنه خشکیشو میبره بالا، مریضش بدتر میشه. تخلیه نکنه باعث حبس جنسی، یعنی با اون زردکی که ابن سینا میگه خوبه برای بحث ویتامین آ میزنه، نابودش میکنه. از این مثال ها توی طب اسلامی فوق العاده زیاد داریم که طرف اصلا نفهمیده منظور معصومو، میده و مریض به حال مرگ میفته، دستش درد نکنه این کارو کرد. آخرش هم نمیگه ما مقصر بودیم، نمیخوایم، میگه مشکلتون اعتقاد به اهل بیت، تا اون نه من و آیت عروض اینا، نه. خب البته این نمیخوام طب اسلامی بکوبم، اما خیلی قویه، خیلی قدره. منتها کسایی که دارن کار میکنن اینقدر بی سوادن ولی پر ادعا. دقیقاً طب اسلامی رایج بعدن یه مقدار شبیه اوایل جنگ میندازه که این خواستن انقلابو صادر کنن، بعد تو خودشون موندن. چرا؟ چون ادعای بدون پشتوانه باعث میشه که آدم تو خودش بمونه. بعد انقدر تثبیتش بکنی یه طب و یه جریان و بعد بخوای صادرش کنی. خب اول جنگ هم همجوری اومدن صادر کنن دیگه خودشون غافل شدن. خب الان بیشتر داریم آدمامون رو صادر میکنیم به کانادا و استرالیا اینا. خب میزان درخواستون ویزا 5 برابر شده که برای کشورهای دیگه زندگی کنن. کسایی که رفتن تبعیت مذهبی گرفتن، یعنی گفتن ما مسیحییم، چند برابر شده که بتونن توی کشور دیگه ای زندگی کنن. چرا؟ چون آدم از پایه سریع یکم عجله داره، میخواد صادرش کنه. تو طب هم همینه، عجله نداریم. اروپا برای طبش 200 سال زحمت کشید تو یه طب داغونو، یعنی فقط عوارض داره رو تو کل دنیا حاکم کرد. حالا ما طب اسلامی که همش برکته میخوایم نتونیم با دنیا حاکم کنیم و تو ایران هم گیر باشیم. چرا؟ چون افراط میکنیم، عجله میکنیم، سریع میخوایم دنیا رو بگیریم، دنیا میزنه تو. خب ویتامین K، یه چیزی ویتامین K داره، چیه؟ انعقاد یکم شبیه سید بشیر حسینی شدم، دیدید وسط عصر جدید میزنه تو بحث سیاسی. شب داشتم نگاه میکردم، یه پانتومیم چی بود اجرا کرده بودن، بعد داشت میزد به انقلاب و داستانا. خب الان بحث طب بکنم جالب نبود، کار اونم جالب نبود. ویتامین K یه چیزی که یادتون باشه، ویتامین K کمک میکنه به خونریزی بندیات. آره، انعقاد خون بهش میگن. انعقاد خون یعنی خون رو بند میاره. وقتی کم بله، وقتی کم، نه اون یه داستان این ویتامین اون پلاکت اونجا کمک میکنه توی بند آوردنش. الان اینی که میگم خوب، سوال خوبیه، ولی وقتی میگم خوب درک کنی، پلاکت جزء 4 تا اجزای اصلی خون بود. یه داستانه، ویتامین K یه داستان دیگه است ولی به هم کمک میکنه. خب یه بحث دیگه اینجا. خب ویتامین K ویتامینه یعنی مولکول، پلاکت داستان دیگه. خب کردم دیگه، کلا خوش کردم.
کلا کبد کلا کبد کمک میکنه به انعقاد خون. یعنی اینو خوب قشنگ بفهمید وقتی ویتامین کا کم بشه چه اتفاقی میفته؟ خونریزی بند نمیاد. وقتی ویتامین کا بره بالا تو خون بند میاد. وقتی خیلی بره بالا چی میشه؟ لخته میشه. خون گرفتگی ایجاد میکنه. خب آقا حالا دیگه بحثی سر خونه دیگه، بند اومدن خون و فلان. پس طبیعتاً که دو خانومی که ویتامین کاش پایینه، یعنی میخوام بگم استدلالی برسید بهش، خانومی که ویتامین کاش پایینه خونریزی ماهیانه‌اش بیشتره، طبیعتاً درد و کمخونی و فلان و فلانش هم بیشتره. نمیخواد حفظ کنیم تو ویتامین کا. خب مشخصه دیگه، مشخصه ویتامین کا میاد پایین، خونریزیش دیرتر بند میاد، دیرتر قابضه، پس تخمدانش سردتر میشه، خونریزیش بیشتر میشه، درد ماهیانه‌اش بیشتر میشه. ولی همه این دلایلی که تو خانم ها هست علتش ویتامین کا نیست. گاهی وقتا کمخونیه، گاهی وقتا پرخونیه، گاهی وقتا خشکیه، گاهی وقتا سردیه. هر علت‌های متفاوتی داره. کا هم تو ذهنتون باشه، کا مربوط به انعقاد خون. مثلا خونریزی لثه طبیعتاً وقتی خونریزی کنه بیش از حد دیگه بند نمیاد، جای متفاوت. خون تو ادرار مطبوع ممکنه پیدا بشه. حالا منابعش کجاست؟ منابعش تو سبزی‌های سبز رنگ برگ پهن خصوصاً خیلی ویتامین کا داره. مثل چی؟ سبزی سبز رنگ برگ پهن، مثل کاهو، چغندرمه. مثل کاهو که خیلی مرسومه. ای کاش برگ چغندرم مثل کاهو مرسوم بشه، ولی ای کاش 18 تومن نشه. چند روز پیش تهران بودم، کاهو 18,000 کیلو. اینجا تو هفته نه همشون توی این رده دیگه. سبزی سبز رنگای برگ پهن خیلی ویتامین کاشون بالا. توضیح دادم برگ پوست کدو که تف میریزی روی رده فوق العاده درجه. من امتحان کردم. یعنی مریضی ما داشتیم گفت فلان جا زالو انداختم خونش بند نیومده و طرفم پاسخگو نیست. چیکار کنیم؟ بگیم هم کدویی که هست پوست بگیر، خشکش کن، تف بده، بریز رو زخم. بعد دیدیم مثلا فرداش آورده بود برای ما گلاب و یه سری محصولات داشتن برامون آورده بود به عنوان تشکر که تا ریختیم همونجا که ریختیم همونجا بند اومد که ناچار بود. حالا اگر این بود که بود، چرا؟ چون ویتامین کاش بالا و الا آمپول ویتامین کا تزریق میشه و الا پودر ویتامین کا روی محل ریخته میشه، جواب میده تقریبا. تا جایی که میشه نباید زد، چون اثر زالو تقریبا خنثی میکنه. یعنی هر چون رقیق کرده این غلیظ میکنه، ولی یه جاهایی آدم ناچاره که استفاده. حتی پوست کدو بازم اونم خاصیت زالو رو کم میکنه؟ نه اون که نه، کم نمیکنه، فقط پودر ویتامین کا. بله. یکی تو سبزیای سبز رنگ برگ پهن ویتامین کا دارن، یکی تو گوشت و پنیر و اینها. این زرد تخم مرغ و اینا هم همه جا هست، تو ویتامین، پروتئین، هرچی من هست به لحاظ علمی هست، ولی من این بولد شدنش رو احساس میکنم یه بحث مافیای سیاسی. خب تموم. یه صلوات بفرستید. آقا یه نفس عمیق بکشید که تا 8:30 یه بند بعد بریم. انشالله امید خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه آخر ترم 2. مقدمه آناتومی رو میخوام بگم و یه بحثی که بسیار بسیار جاش خالیه توی طب سنتی. یه بحثیه که کاملا علمیه، کاملا درسته، کاملا صحیحه و توی بحث آموزشیش کاملا خلأ ایجاد شده. و آموزشی هم داده نشد. بحث آناتومی که دونه به دونه شد. ساکت اون وقت. بحث آناتومی خیلی بحث عجیب و غریب مهمیه.
یه چیز خیلی بزرگ که واقعا خلایش تو طب سنتی و طب سنتی ها داره حس میشه، بحث علمی، به لحاظ بحث علمی و تأثیر دارو روی شهر، و یه بحثی هم که یه بحث خیلی ساده است، کلیتش حداقل یه بحث خیلی خیلی ساده است با چند تا اصطلاحات خیلی خیلی ساده، منتها یه حکیم درجه که ما که باید خیلی از پزشکا بیان جلوش زانو بزنن به لحاظ فهمی که داره تو مریضی، نه اصلا کار به طب سنتی ندارم، فهمی که داره توی درک این مریضی، به خاطر 4 تا، یعنی یه همین 10 جلسه‌ای که میخوایم ترم بعد بذاریم، به خاطر همین 10 ساعت احساس ضعف میکنه پیش یه پزشک، در صورتی که 100 برابر یه پزشک داره میفهمه تو فهم مریضیشو غیره، به خاطر اینکه 2 تا اصطلاح ساده توی سونوگرافی رو نمیفهمه، 2 تا اصطلاح خیلی ساده، خب مجموعش از 100 تا نشه که تو 10 جلسه میخوایم بگیم، که خب مقدمش چیه؟ مقدمش آناتومیه، یعنی همه این چرند پرندیات رو میبینید توی، حالا میخونیم آوردم توی سونوگرافی، مثلا سونوگرافی کیسه صفرا، سونوگرافی تخمدان، یه سری مباحث نوشته که ما وقتی میخونیم، حالا هر کی پزشکی که میخونه فکر می‌کنن که چقدر علم داره که تونست این برگه رو بفهمه، چرا؟ چون یه بند پر اصطلاحه، اگه بخونید کاملشو هیچی نمیفهمه، چون یه بند پر اصطلاحه، خب که الان متنش هم دارم با هم کار میکنیم، ولی در صورت و پزشکم که آقا شما مثلا میفهمی چی گفته این تو، مثلا یا خودت که میری نگاه میکنی، مثلا من چند وقت پیش رفتم چیه کاندکتوری، بعد با هم صحبت کردیم و اینا، حالا یه ماجرای طولانی بود، بعد گفت کجا تحصیل میکنی و اینها، گفتم دانشجو هم مثلا جاهای خیراندیش و ارمنستان، این داستان ها، بعد چند تا آزمایش نوشت، یکم با هم بحث کردیم، خیلی کم، کاندکتور بود، 7 صبح هم بود، خوابالو هم بود، یعنی بعد یکم با هم بحث کردیم کامل بیدار شد، بعد گفت چقدر قوی و قدر دارید یاد میگیرید این مباحث رو، واقعا خودش نمیدونست، چرا؟ چون فقط اون حفظ کرده، من فهمیدم، همین، سلام علیکم، خوبه؟ خیلی به موقع اومد، نه واقعا به موقع اومد. یه بحث، چون فقط اینو درکش کردم، حالا تو کلاس پرورش سالم فردا نمیخوام الان یه تعریف بی خود از خودم بکنم، نیست، تعریف واقعا خودم نیست، تعریف از فهمیدنه، یعنی وقتی یک کسی رو خوب یه چیزی رو، هر کی، هیچ ربطی هم به استعداد و اینای من نداره، اصلا نداره، بحث سر اینه که یه نفری، به قول یکی از دوستای ما همیشه میگن دل به کار بده، یه نفر که دل به کار بده و یه مبحثی رو خوب بفهمه میتونه سنگین ترین مباحث پزشکی رو، چون سخت ترین مباحث تقریبا تو فیزیک و پزشکی و اینها، سنگین ترین مباحث پزشکی رو یه بچه ابتدایی یاد بده، یه بچه ابتدایی یاد بده و یه چیزی یه جوری هم یاد بده که تا آخر عمر یادش بمونه، تا آخر. این که فردا میخوایم بگیم چرا؟ چون خوب فهمیده شده داستان پرورش، یه مافیایی که یه عده نمیخوام بگن کاریش ندارن، ولی یه سری از دوستان من هستن کشورهای مختلف هم، مثلا آلمان، فرانسه، اینها که واقعا مخنمم چرا اونجا که میرن یکم اخلاصشون بیشتر میشه، واقعا مخلصانه میخواستن به خود من یاد بدن، مثلا چندین سال پیش، یا حالا کلاساشون وایساشون بود، من اینو میدیدم که واقعا مخلصانه میخوان بگن ولی نمیتونستن، یکم عاجز بودن، چرا؟ چون خوب نفهم، یعنی خیلی خوب میدونستن ولی انقدر مرحله فهمشون به یه حدی نرسیده بود که بتونن دسته‌بندی نموداری از 0 تا 100 رو بگن، پراکنده و اینا چیزی که تو نظام آموزشیمون هست. خب حالا با هم آناتومی رو کار میکنیم. ما واقعا بعد از ایشون جلسات کلاس رو بگیریم، یعنی الان ایشون ویتامین بی رو اینا مسلط شده، امتحان بحث آناتومی. خب اتفاقا اقرار کرد، گفت همه رو حفظ شده. خب به خاطر 4 تا اصطلاح این خلا، همین که واقعا درسته، بذارید فوایدش رو بگم، توضیحش رو بدم، بعد فوایدش رو بگم. چیزی که میخوایم تو ترم بعد بحث کنیم و الان هم یه مختصری ازش میگیم، چند تا ارگان از بالا تا پایین بیشتر بدن نداره، یکیش مغزه،
مثلا آناتومیشو میخوایم بگیم چند تا لوب داره، دیدید شکل مغز مثل گردوه. خب مثلا یه لوب پس سری داره که حالا مسئول یه سری کارهاست، مثلا ما دیدنمون از طریق مثلا لوب پس سری، حالا یه سری اسمام داره مثلا اکسیپتال، نمیدونم تمپرال، اینجور حرفا. یه 4 تا اصطلاح حفظ میشیم با اینقدر تکرار و تمرین میشه. مثلا همین تمپرال چیزی نیستش که بخوایم بگیم لوب گیجگاهی. خب گیجگاهی ولی تمپرال هم اسم انگلیسیشه. خب اکسیپتال انقدر تو این 10 جلسه میگیم که اصلا یه به عنوان یه چیز فارسی تلقی بشه. خب 4 تا لوب داره به عنوان مثلا هر قسمتش، یعنی یه وقتی مریض میاد خب هم 4 نفر آدم متفاوت سردی مغز پیدا کردن، ولی چرا یکی حافظش کم میشه، یکی رو گوشش تاثیر میذاره، یکی رو بینایی، یکی رو شعورش. خب یعنی طرف نمیفهمه خیلی چیزا رو. چرا؟ چون لوب‌های مختلف مغز سرد شده. خب درمان عمومیش میشه که آقا عطر محمدی بده، خب بالاخره گرم میکنه. ولی یه جایی شما میخواید تخصصی تر کار کنید، درمان عمومیش میشه ملاج سر رو روغن سیاه‌دونه بکش فلان، این خیلی خوبه استاد کار میکنه به خاطر اینکه داره درمان عمومی رو میده تو جامعه. خب ولی تخصصیش میشه دقیقاً کدوم لوب، دقیقاً کجا، اگه میخوایم از تب سوزنی استفاده کنیم کدوم لوبا رو تحت تاثیر قرار بدیم و درمان 10 برابر میبره جلو. مثلا قلب و ریه که اصلا نفس که میکشیم از بطن چپ، بطن راست، دهلیز، بالایی‌ها کوچیکا میشه دهلیز، پایینی‌ها میشه بطن، یعنی بطن یعنی زیر دیگه. خب پایینی‌هاش میشه بطن، بالایی میشه دهلیز. بعد 2 تا ریه هم اینجا هست که نفس که میکشیم از کدوم بطن میره کجا، دوری سیستم گردش تنفسیه دستگاه. یا مثلا کبد که 2 تا لوب داره، ورید داره، سرخرگ داره، عصب داره. خب دونه بدون اینها. یا اینکه اصلا پروستات کجاست توی بدن دقیقاً، فرق پروستات با مثانه چیه، فرق پروستات مثانه، بعد تخمدان، سرویکس، رحم و اینا اسمای خارجیش هم همینطور تو رحم. خب لوله‌های فالوپو این داستان ها. توی معده مثلا اثناعشر کجاست دقیقا، مثلا خیلی کسی که کار می‌کنن چون زخم اثناعشر معروفه، اثناعشر اصلا جزء معده نیست، باریکلا جزء معده اصلا نیست، جزء روده است. خب خیلی ها فکر میکنن این کاردیا که دریچه معده است بالا، فکر میکنن اثناعشر اینجاست، در 5 سال داره 10 سال داره طب سنتی کار میکنه ولی فکر میکنه اثناعشر مثلا این قسمت نایه. خب در صورتی که اثناعشر کجاست؟ دقیقا اینجاست. خب یه روده کوچیک به عنوان مثال. کاردیا که همین دریچه کاردیا مثلا میشه دئودونوم که هم بحث اثناعشر میشه. اسمای متفاوتی داره که همه رو میخوایم اسماش هم کار کنیم، دلیلش هم میگم چرا. یا مثلا بحث مغز و استخون که بحث خونسازی رو به عهده داره، خیلی مهمه. خیلی کم خونی‌ها رو میایم با زیتون و اینا درست کنیم در صورتی که به مغز و استخون برمیگرده. حالا یه سری‌ها درست میشه ولی بعضی به مغز و استخون برمیگرده. بحث مهرهای کمری، به خدا این مهرهای ستون فقرات که این هممون دیگه بچهای 7 ساله شنیدن L1 L5 فلان و این داستان ها، همه اینا رو شنیدن، یه 5 دقیقه بیشتر کار نداره که شما مثلا ببینید مهره گردن تا مهره ساکرال پایین چند تا دونه مهره نیست، دقیقا این شماره هاش هم که مثلا میگیم L1 تا L5 از بالا میاد پایین، یعنی این بالاتری L1 آخری L5. خب که حالا میگیم مثلا یعنی لومبار یعنی مهرهای کمری، مثلا C که میگن C1 مثلا C1 C2 C3 فلان، یعنی مثلا سرویکال یعنی گردن. اینا رو هم بحث میکنیم که نمیخوام فقط مثلا من بگم C یعنی سرویکال یعنی گردن و شما یادتون باشه و تموم شه. نه، همون متد آموزشیمون رو استراتژیشو میخوایم آماده بدیم، انقدر بگیم C یعنی سرویکال و C1 C2 فلان که شما تا C شنیدی متوجه سرویکال گردن اینجا بشی و همینجا یکش بیای تا پایین. خب T1 رو بیای تا مثلا T8، L1 رو بیای تا L5 و اینو بفهمی. یه مهره است. مثلا من خیلی جاها ویزیت کردم تو کل کشور، جای مختلف، چه حکیمای درجه 1 بودن، چه به عنوان کسی که ویزیت می‌کرده این میز اون میز، چه به عنوان کسی که دست کنارشون بودم، به مدل‌های متفاوتی دیدم. مثلا طرف یه حکیم خیلی درجه 1 که 7 ساله 8 ساله مثلا طرف اومده میگه دکتر حکیم حالا هرچی
مثلا مهره L5 هم درد میکنه، میگن خب L5 کجاست؟ یعنی خب چرا؟ خب داره زبون روز دنیا سره حرف میزنه، چرا ندونی؟ چرا باید طرف بگیم با انگشت نشون بده؟ خب L5 دیگه، یعنی اینجا مثلا. خب چرا نفهمیم مریضو؟ شریان ها، ورید های خونی که شریان یعنی سرخ رگ که خون اکسیژن داره، سیاه ورید یعنی سیاه رگ. و مثلا من یه بیمار داشتم، آشنا بود، دوستان بود، اومد گفتش که من گفتم بیماری وریدی داری، فکر می‌کرد مثلا بیماری وریدی مثل ایدز و هپاتیت و مثل سرطان ایناست، خیلی میترسید. بعد گفتم میدونی یعنی چی؟ و بعد می‌خواست که مثلا من یه اطمینان بهش بدم که بیماری وریدی درمان میشه، نه ترس. علم روز دنیا به اینجا رسیده که بعد گفتم اصلا میدونی بیماری وریدی یعنی چی؟ گفت یعنی چی؟ گفتم این سرخ رگ سیاه رگ مثلا غیبت خون داری مثلا. یعنی گفت یعنی ورید واقعا اسم رگه؟ گفتم آره، به رگا میگن ورید. این یه چیز خاصی نیست، به رگا میگن مثلا رگا بسته است، غلیظت خون داری، کمپونه، حالا هر چی مثلا میگن بیماری رگ. که اسم خیلی اسمای راحتی داره، یعنی راحته که چند بار با هم تمرین کنیم کامل اسمش هست. خب بعد یه وقتایی هم باید دو طرفه بدونیم دیگه، مثلا رگ قیفال مثلا همجوری انگلیسیش چی میشه، طب سنتیش چی میشه، چون اصطلاح به کار برده میشه. خیلی بحث مهمیه، فوایدش هم میگم. یکی این که 3 تا فایده داره، میخواید بنویسید بحث آناتومی رو بنویسید، فواید آناتومی که حالا توضیحش هم تیروئید و گوش میانی و اینا هم بهتون بگم که مثلا خیلی از سرگیجه ها به خاطر گوش میانی هیچ ربطی به سردی مغز و فلان اینا نداره، اصلا گوش میانی طرف مایش مشکل داره، گوش علت سرگیجهش که خیلی ها دیسک گردن و این هاست. بعد مثلا تیروئید اینجا خیلی از چاقی‌ها رو هی ژل لاغری بده، عرق نعنا بارهنگ بده، فلان لاغر نمیشه طرف. چرا؟ چون تیروئیدش، یعنی یه شخص رو استاد خیراندیش باش نسخه نوشته بود 7 جلسه تیروئید، بادکش گرم تیروئید 7 جلسه 14 روز، تو 14 روز نزدیک 20 کیلو کم کرد. 14 روز هیچ کارش هم نکرد. چرا؟ چون فقط تشخیص داده بود چاقی این آقا از معده‌اش نیست، از تیروئیدشه. با یه بادکش تیروئید توی 20 روز اینا 10 روز، تو 14 روز، آره 14 روز 20 کیلو کم کرد. چرا؟ چون فقط یه تشخیص درست بود و با یه بادکش تیروئید. کمکاری بعد نگاه کنیم کم کنیم. خب یا شبکیه چشم که حالا کسی چشمش به مشکل میخوره، شبکیه‌اش، قرنیه‌اش، داستان‌های متفاوت. حالا فوایدش رو بنویسید. فهمیدن کامل مکانیسم اثر دارو تو بدن، خصوصا اینکه بحث‌های شیمیاییشو فهمیدید، مثل ویتامین آ فلان که مبنای طب کلاسیک رو اینا چیده شده که خدا رو شکر تو این 10 جلسه گفتیم. این مبنای فهمیدن کامل مکانیسم دارو تو بدن، یعنی وقتی این دارو رو میخوری میفهمی که آقا الان رفت تو معده، بعد میره تو روده، بعد از طریق مثلا مثل رگ‌ها، مزانتر و غیره، ماساریقا مزانتر وارد کبد میشه، یه مقدارش وارد کبد میشه، بعد یه مقدار وارد روده بزرگ میشه، مثلا تو گردش خون قرار میگیره، دستگاه تنفسی چطوره، توی ریه ها میاد، تصفیه میشه، توی کلیه ها اینجا الکی که نیستن، تو کلیه ها خون 180 لیتر خون تصفیه، یعنی خون 5 لیتر ها، یعنی اینقدر میره میاد، تصفیه میشه، مواد زائدش میشه ادرار. یعنی این مکانیسم رو به صورت کامل شما میفهمید. یه دارو و این یه سری جاها خیلی تاثیر داره توی بحث طبابت و لطافت‌های طبابت. کجا گرفتگی هست و فلان، کار کیسه صفرا چیه، مثلا همین که گفتم یه غذایی که وارد میشه، پانکراس چیکار با این غذا میکنه، طحال چیکار میکنه، اصلا اسم دیگه مثلا پانکراس چیه، لوزوم معده است، خیلی اسمش هم که میفهمیم با هم میگیم کیسه صفرا اون وسط چیکاره است. خب تخم‌نان توی این بحث غذا، هم غذای هورمونایی که ترشح میکنه و این سیکل هضم رو میفهمید. خیلی بده که طرف بعد 10 سال فقط این، یعنی حفظ کردن، این طبابت نیست، یعنی فقط حفظ کرده این دارو به درد این دارو میخوره، طبابتش هم به این درد میخوره که الله بختکی جواب بده، یکی جواب بده یکی نده، نمیفهمه داستانو. خب عرق نعنا بارهنگ میدیم برای لاغری. خب اگه طرف سردی معده داشت و از سردی لاغر میشه، اگه تیروئیدش بود و داستانای دیگه که اصلا نمیفهمه میشه.
یعنی 1/3 بیماران خلاصه نتیجه میگم، اونم که نتیجه میگیره کامل درمان نمیشه، یک کم بهتر میشه مثلا. خب این فهم طبابته باید باشه و آناتومی لازمه طبابت. فایده دومش حرف زدن به زبان کامل علمی و رایج دنیا خیلی مهمه. من اگه علامه دهر باشم علمی و رایج تو دنیا، من اگه علامه دهر باشم همه علوم عالم تو سینه من باشه، من وقتی نتونم به شما 20 نفر همینجا الان انتقال بدم مفت نمیارزه علمم. خب حتی اگه مریضم بخوام ببینم نتونم بنویسم نسخه‌مو به درد نمیخوره، نتونم بهش اطمینان بدم به درد نمیخوره. بحث زبان و زبانشناسی یه بحث خیلی مهمیه. ما واقعا نیازی نداریم الان عربی حرف بزنیم گیر بدیم آقا ما فارسییم ما عربیم فلان. خب یه تعصبی رو این داستان داشته باشیم که نه آقا جان، یه سری چیزا ما به جای که بخوایم اصطلاح ابن سینا رو به کار ببریم اونم یاد میگیریم سر جاش، ولی بتونیم به زبان به پزشک هم حرف اونو بفهمیم به دردمون میخوره به خدا یه جایی، هم ما بتونیم حرفمون رو به زبان خودش بهش بزنیم. خیلی مهمه این داستان. و فایده سومش فهمیدن اصطلاحات کامل سونوگرافی، ماموگرافی، سی تی اسکن، ام آر آی، آزمایش خون، آزمایش ادرار، اینا نوشتن آزمایش که بهش به اصطلاح پزشکی میگن اوردر نویسی. اوردر یعنی آزمایش بنویسی، آزمایش خون میخوای، حالا کاری ندارم بیمه و اینا داستان داره و قبول نمیکنه پزشک طب سنتی رو، ولی بالاخره شما میتونی بنویسی بری آزاد آزمایش بدی، یا میتونی برای پزشکی بنویسی بگی مهر بزن. همه اینا با چی درست میشه؟ فهم همه اینا با آناتومی درست میشه. یعنی نیاز نیست بشینیم کلی با هم سونوگرافی مثلا 1000 تا برگه سونوگرافی با هم چک کنیم که بفهمیم نه آقا جان سونوگرافی چی توش نوشته، اعضای بدن رو به انگلیسی نوشته، اعضای بدن رو به انگلیسی نوشته، گاهی مخففش کرده. خب شما وقتی آناتومی رو مسلط بشه همه سونوگرافی ها رو میخونیم، فایدهش هم الان میبینید. اینو تو ترم 3 البته 2 تا احتمال، یا آناتومی رو شروع میکنیم که برای 2-3 ماه دیگه است، تا 2-3 ماه دیگه کارتون نداریم، یکم تنفس داشته باشیم، یا اینو شروع میکنیم یا نه تا 2-3 ماه فاصله است کار کنیم. بله یکم تایم محدود. و چون خواستم بگم این بحث یا اینو شروع میکنیم یا بحث خاصیت گیانداری. خاصیت گیانداری هم خصوصا بعد ویتامین ها اینا خیلی لازمه که داشته باشیم، تقریبا یه اهمیت داره توی ردن. خیلی خوبه چون ویتامین ها اینا هم یاد گرفتید، شیمیاییشو با هم خیلی چیز درجه یکی میشه. حالا یا اونو استارت میزنیم یا بحث آناتومی رو. آناتومی سریعتر تمام میشه، گیانداری به این سرعت ها تمام نمیشه. فکر میکنم آناتومی رو بگیم به 2 دلیل، یکی اینکه سریعتر تمام میشه و میفهمیم بحثو، دوم که اصطلاحات پزشکیشو میخوایم با هم 5 سال تکرار کنیم. تو خواص گیانداری این اصطلاحات فارسی هست، نیاز نیست. این آمپول زدنه. آره میگم الان 2 تا بحث دیگه هست توی طب کلاسیک. یکی تسلط به قرص‌های شیمیاییه که دونه چی؟ آره 1 ماه 2 ماه 3 ماه حالا خیلی طول میکشه فعلا. 1 ماهش که کلا تهرانیم، 1 ماه بعدش هم گرم استراحت کنیم، کار دیگه داریم البته. بعد پرورش سالو هم می‌خوایم کلید بزنیم با آقای مقایسه و غیره، یکم مشغول کاراشون بعد بشیم تا راه بیفته بعد کلاس رو. تسلط به قرص‌های شیمیاییه که توی برگه می‌دونید یه چیز خیلی درجه یکی بود به اسم تیکیت. موقعی که ما کنکور داشتیم خیلی عالی بود، مثلا اومده بود لغات انگلیسی رو نوشته بود 8 تا مربع داشت، بعد شما این مربع رو می‌زدی مثلا امروز می‌خونی، بعد فردا صفحه بعدی با یه مربع صفحه قبلی با 2 تا مربع صفحه قبلیش. یعنی این تکرار فوق‌العاده بود که این نظام آموزش زبان انگلیسی به اسم تیکیت فکر کنم هنوزم هست. یعنی 8 بار یه کلمه تو 8 روز تکرار می‌شد، دیگه حفظ می‌شد.
این کار رو میخوایم بکنیم، همون نظام تیکیت رو بیاریم تو بحث قرصای شیمیایی که مثلا الان خصوصا اونایی که عطاری اینا دارن خیلی برد میکنن، کسای دیگه هم میتونن خودشون حرکت کنن. مثلا خانم عوارشی که تو این جمع عطاری داره بهش میگیم خانم عوارشی این یه جلسه داریم تو هفته به عنوان مثال، یا 2 جلسه قلب رو داریم، این برگه دست شما باشه، هر روز بخوای کارم نیاز نیست زحمت بیش از حد داشته باشی، همینو به صورت نظام تیکه، یعنی 7 بار هر روز چک کن این قرصا رو، هی دونه دونه تیک بزن این قرصا برای چی بود، مثلا پروپانول برای چی بود، برای قلب، برای فلان، دوره فرداش. و هر مریضی هم که میاد توی عطاری میگه مشکل دارم، بگو چی میخوری، بالاخره الحمدلله مریضام زیاده، قرصا زیاده، شما نمیخواد 10 تا قرص دیگه شو متوجه بشید، این جلسه قلب و مسلط میشید فلان فلان، مثلا ASA برای عروق فلان و غیره، قلب و عروق. خاصیتش هم نمیشه داخل جزوه. آره دیگه خاصیت‌ها کامل نوشته، اسم خب مشخص هم هست البته، ولی کامل هم توی جزوه نوشته شده، منتها یه جزوه نمیدیم بگیم اینو حفظ کنیم، میگیم تو مثلا 2 ماه که 3 ماه که کلاسه، هفته یه برگشت رو هی دونه دونه مرور کنیم، مثلا 20 تا قرص مشهور قلبی داریم، مثلا 10 تا کبدی داریم، 15 تا مثلا همینای مشهور تو معده خب زیاد شنیدیم، آلومینیوم MGS مثلا، سایمتیدین، رانیتیدین، بگید دیگه، امپرازول، همینجوری. خب اینا رو میگیم خب 5 تا 10 تا معروف داریم، این 5 تا 10 تا رو حفظ کنیم و عوارضش و اینا هم که خب کم کم آدم تو نظام تیکیت هم یعنی 8 بار تیک میزدیم حفظ میشه. یکی تا بحث قرصای شیمیایی که میگیم حتما، و یکی هم تسلط ابزارهای پزشکی. ابزار پزشکی تو این قسمت آمپول زدن و اینا هم هست. تسلط به ابزارهای پزشکی مثل سرم، انواع سرم ها که انواع سرم، آمپول زدن دیگه، بگیر چیه، سون و اینها، تیغ نخ بخیه، نمیدونم تیغ جراحی و اینا که خیلی لازمه، خیلی لازم. اشکال دارویی، قرص و شربت و اسپره، و مثلا اسپره کورتون هست، قرص برای تنفس قرصش هست، اینا رو تلفیقی بین ترم قرصای شیمیایی که یه عده‌شو اونجا یاد میگیرید، یه مقدار لوازم و اشکال دارویی رو تو قسمت ابزارهای پزشکی که آمپول زدن و سرم زدن میشه کاری نداره، تو همین روال گفته میشه. حالا بیایم یه چند تا با هم کار کنیم. این بحث خیلی مهمه، واقعا خیلی بحث آناتومی، بحث خیلی ریشه‌ایه و بارها گفتم مثلا کسی که کبدش گرمه چرا یه نفر موهاش میریزه، چرا یه نفر جوش میزنه، چرا یه نفر خشکی پوست میده، چرا یه نفر اگزما همه کبد گرمه دیگه، یه نفر اگزما پیدا میکنه، یه نفر پسوریازیس پیدا میکنه، یه نفر لک و کک و اینا میاره. خب همه اینا رو که شما بری پیش هر عطاری مثلا بگی لک دارم میگه کبدته، بگی جوش میزنم میگه کبدته، بگی اگزما میگه کبدته، بگی پسوریازیس میگه کبدته، درست هم داره میگه. اونتا یه سوالی در تقدیر هست، خب چرا من کبدم گرمه و جوش بزنم، یکی دیگه باید پسوریازیس بگیره، یا این به خاطر آناتومی کبده. بین لوب راست لوب چپ الان گرمی زیاد شده، عصب کبده، سیاه رگ، سرخ رگ کبده و همینطوری توی کلیه، توی مغز که مثلا یه نفر میبینی صفراش بالاست ولی خیلی آداب اجتماعی رعایت نمیکنه، میگن طرف خل میزنه، نه که خلاها یعنی خیلی شوخی‌های بی‌مورد و فلان و اینا میکنه. یه نفر خودشناسیشو خودشو پیدا نکرده، یه نفر حافظه ضعیفی داره، یه نفر غیرت خیلی بی جایی داره، مثلا همینجوری داستان‌ها. چرا؟ چون تو لوب‌های مختلف مغز ما داریم عمومی میگیم اگه مغز مثلا سرد شد میشه پارکینسون، میشه MS، ولی خب چرا یه مغز سرد یکیش میشه MS، یکیش میشه پارکینسون، یکیش میشه آلزایمر؟ 3 تا بیماری، کبد گرم، پسوریازیس، اگزما. این تو آناتومی کبد وقتی بحث بشه تو درمان هم آدم موفق تره. وقتی میفهمی میتونی درمانش کنی، وقتی میفهمی میتونی درمانش کنی. مثلا یکی از علتهای اصلی اگزما چیه؟ حالت کوزه میمونه. خب یعنی وقتی شما یه آب سردی رو خب یه جا میریزی، یه گرمی با یه سردی، دیدید بخار میشه، یه لایه‌ای روی مثلا قابلمه به وجود میاد. خب یه سرد و گرمی که مثلا ظرف گرم سردی میریزی توش. خب این دقیقاً توی اگزما همین بحثه، حالت بخاره، مثل یه کوزه. خب
که سردی رو گرمی میاد، بخارش میرسه به پوست. یعنی حتما هم از گرمی نیست، گرمی هم هست ولی ممکنه ریشهش سردی باشه. یعنی طرف هم باید صفرا رو درست کنه هم سردی رو. خب یعنی اینه، ولی جوش صورت فقط گرمیه به عنوان مثال. دیگه بحث بخاری نیست که یه گرمی باشه یه سرد. خب چقدر درمان این دوتا با هم فرق میکنه؟ حالا شما یه عطاری که بری برای همه این 8 موردی که گفتم میگیش بیا شربت کبد، حالا بیا چیزی که برای کبد خوبه، چه میدونم خار مریم، کنگر فرنگی، زرشک، عناب فلان، همش هم خوبه ولی داروهای عمومیه. تا وقتی اینو بفهمی که علت اصلی کجاست میتونی هم بهبود بدی هم کامل. یه سونوگرافی با هم بخونیم. یکی از دوستان درجه 1 من فرستاده. چون که خیلی هم دوستش دارم، حالا این چیز میکنم که وایس هم بتونه گوش بده. حالا باشه. خب سونوگرافی بنویسید. انگلیسیش لازمه یا میتونید بنویسید؟ من بلد سونوگرافی. حالا اینو واسه با هم خب گراف یعنی چی؟ گرافیک و اینا میگن یعنی چی؟ یعنی عکس و تصویر و اینا. گرافیش یعنی عکس و تصویر و این داستان ها. سونو هم یعنی صوت. خب سونوگرافی یعنی از طریق امواج صوتی، از طریق امواج صوتی یه عکسی میندازه رو مانیتور. میدونید یعنی نمیاد به صورت مستقیم عکس بگیره. خب الان مثلا چهره رو مستقیم عکس میگیری یا یه بدن رو بازش میکنی از این تخمدانه عکس میگیری. خب سونوگرافی نمیاد مستقیم عکس بگیره، میاد یه جسمی میذاره، یه صوتی میخوره به وارد بدن میشه، این امواج رو میاد به صورت تصویر حدس میزنه. خب یعنی میگه بعد هرچی جسم مثلا سنگین تره، سفت تره، سونوگرافی دقیق تره هر جای بدن. خب مثلا جایی که سفته، چرا؟ چون وقتی بازتابش خیلی بهتره. خب برای همین مثلا سینه رو که نرمه چیکار میکنم؟ میفرستم ماموگرافی. چرا؟ چون صوت حالا اون یکم دقیق تره ماموگرافی. چرا؟ چون سینه نرمه. هر جا که سفت تر باشه، یعنی اگه رو سنگ بذاری سنگ رو کامل نشون میده. چون این به یه چیز خورده برگشته خیلی راه، ولی نرم که باشه یکم با لرزش و خطا میخوره. این سونوگرافی. حالا بیایم اینو با هم کار کنیم ببینید چه متن عجیب و غریبیه تو کسی که داره میخونه. خب توی نسخه نوشته شده که همکار محترم زحمت سونوگرافی شکم، فارسی هم می‌نویسم علالقاعده. نسخه رو اگه خودتون نگاه کنید مثلا خانم ها فارسی پزشک می‌نویسه که همکار محترم سونوگرافی شکم یا مثلا شکم و لگن، اینجور چیزا. یه وقتایی هم انگلیسی می‌نویسه. یه لحظه بذارید من تیغه ایشونو بزنم. شما نمیدونم چرا یکم خسته شدید، من دارم انرژی منفی می‌گیرم.
خب خوبم؟ همه عواشتن استوری چک میکنم، خیلی با دقت دارم متن استوری رو میخونم، بعد میگم خوابم گرفت. خب اشاره سعی میکنم ترم بعد یه ویدیو پروژکتور بذاریم استوریاتون راحت رو دیوار چک کنیم. یه صلوات بفرستید خسته شد. راستی این سونوگرافی چقدر به در خانم آجیل آقا میخوره نه؟ بحثمون اصلا الان دیگه چند ماه دیگه مونده ایشالله؟ 4 ماه؟ 3 ماه شد؟ جلسه قبل 4 ماه بود که 4 ماه نیم بودا؟ سریع داره بچه ها الان جدیدن سریع تر ذهن. خب واقعا تو این بیحالی تو من سونوگرافی بخونم؟ نه شما خوبی بیحال نیستی. نه یه تعداد بیحال واقعا چون بحثش جذابه الان همه کلیم. آها الان اشدت خیلی زوم کردی. استوری دارن چه ایشون نگاه میکنه، یعنی اول بحث بعد قانعش میکنیم بگیم خانم عباسی این سونوگرافی که داریم یاد میدیم یه مریض که بیاد پیشتون سونوشو بفهمید میتونید داروی بیشتری بهش بدید مثلا. بعد خیلی مشتاق تا آخر بحث ادامه میدم یا آها مثلا اینجا چی شد؟ من یه لحظه حواسم نبود. آره خانم عباسی روی بحث درآمدتون میره بالا. هرچی کاملا درآمدتون خیلی بیشتر میشه. خواهشاً به بحث ما گوش بدید. البته استوری هم غم انگیز بود. نه آقا تولد مبارک. غم انگیز بود. بعضیا به دنیا اومدنشون غم انگیزه. خب ایشون با همکار گرامی جناب آقای دکتر فلانی با سلام سونوگرافی شکم. اینو دکتر سونوگرافیست برای پزشک درمانگر داشت. چه فکر این دلیلش چی بوده؟ مشکلش چی بوده که رفت دکتر بعد اینو براش نوشتن؟ بله میگیم. فکرم تو این یه جمله میخواید دلیلش پیدا میشن کبد، کیسه صفرا و مجاری صفراوی. این تیتر کبد، کیسه صفرا، مجاری صفراوی. کبد با اندازه طبیعی 148 میل، حالا کارش نداریم، و اکوی پارانشیم یک نواخت و بیش از طبیعی. خیلی برام عکسش ناواضحه. به نفع کبد چرب گرید 1 دیده شد. عارضه فضاگیر کیستیک یا سولید در پارانشیم کبد دیده نمی شود. ضخامت جدار کیسه صفرا عادی است و علائمی از وجود سنگ در لومن کیسه صفرا دیده نشد. در دیواره های کیسه صفرا 2 نودول جداری اکوژن به قطر 3 الی 4 میلیمتر به نفع پولیپ مشاهده شدند. قطر کلدوک و مجاری صفراوی طبیعی است. وریدهای پورت و شاخه‌های آن و آی وی سی دیامتر و مسیر نرمالن. حالا یه سری بحثا گفته و همینطوری پر اصطلاحات که آدم وقتی میخونه میگه اصلا این چی، اصلا شما فهمیدید من چی گفتم؟ نه. خب و اصطلاحاتش آره خب قسمتی که کبد طبیعی است و اینا چیزی که خب مال ابعاد این چیزا خب واقعا آدم متوجه نمیشه. بعد که یکی میخونه پزشکی میگن چقدر سواد داره، در صورتی که الان با هم کار میکنیم تمام این اصطلاحات حتی الان نمیخوایم کار کنیم، ما میخوایم چند تا نمونه شو بگیم. نه گوش بدید، درآمدتون میره بالا، قول میدم من. اصلا میفرستم سونوگرافی بخونید 5 تا هم بگیرید اینجوری در این. و میگم گزارش برام بنویسید، میگم برید خانم عباسی، قول میدم خودم پول میدم اصلا. وایسی اکو یعنی چی؟ فیلم برداری از داخل قلب. آره اکو یعنی بازتاب.
همون بحث سونوگرافی بود. خب الان دونه دونه با هم میریم. میگه اکوی پارانشیم یعنی بازتاب پارانشیم. یعنی اکو یه مقدار انگلیسی هست. خب یعنی اصلا دیدید میگن صدا مثلا اکو داره اینا، یعنی بازتابه، یه برگشتی داره. گفتیم سونوگرافی یعنی یه تصویریه که از عکس نمیاد، از نور نمیاد، از صوت میاد. سونو یعنی صوت. اینجا که اومده از طریق گرفتن امواج صوتی و پیاده کردن روی مانیتور به صورت تصویر یه چیزی به ما داده. حالا داره این گزارش رو به هم میده. میگه اون کبده که یه صوتی بهش ما وارد کردیم و برگشت، اون یه اندازه‌ای بود دیگه، یه صوتی به یه جایی خورد برگشت به شکل کبد سمت راست. خب میگه اون اندازه 148 میلیمتر اینجوری قشنگ اندازه گرفتیم با صوت ها، همه اینا با صوت. متوجه میشید؟ یه امواج صوتی رو میفرسته میگیره، بعد میگه خب سمت راست بدن بود، شکلش هم این حالتی برام در اومد، تو اندازه طبیعی و نرمال کبدم هست. بعد میگه اکوی پارانشیم دو نوعه، مثلا اینا رو پارانشیم یکم زیاده، یکم میترسم گیج بشید. خب یه گیاهی داریم یه جانوری، خلاصش میشه یه نوع بافته. خب پارانشیم که میگن، میگه اکوی پارانشیم یک نواخته. خب میگه یعنی درست و طبیعی. پارانشیم آره، که انگلیسیش میشه پارن چیم تقریبا CH Y. چیزش چی میشه گفتیم؟ انگلیسیش چی میشه؟ خب انقدر حالا الان چون میخوایم خلاصه بگیم و بحث دیگه‌مون تو ترم دیگه است، یعنی انقدر راحته مثل روز اولی که اومدید چقدر براتون تو سطح یک صفرا سودا سخت بود تشخیص دقیقش و بعد راحت شد، خیلی راحت. و بعد تو ترم 2 بحث لیپید و کربوهیدرات و نوکلئید اسید و ریبوفلاوین و تیامین و اینا براتون چقدر سخت بود و اسمای انگلیسی بود. ولی الان بعد 10 جلسه نه بعد 7 سال یه چیز مثلا تیامین B1 ریبوفلاوین B2 یه چیز انگار فارسی داریم اصطلاح، یعنی نه تلفظش دیگه برامون سخته نه یادگیریه که خب ریبوفلاوین چی یک بود، مثلا تیامین چی بود، آنتی اکسیدان چی بود، خیلی حالت فارسی برامون گرفته همه. ولی روز اول میگفتیم کربوهیدرات هنوز مردد بودی، کربوهیدرات مثلا قند چربی چیه، ولی الان لیپیدها، استروئیدها، تریگلیسیرید، کلسترول همه الفاظ انگلیسی سنگینه ولی خیلی براتون راحت شده. این به خاطر چیه؟ به خاطر اون استراتژی آموزشی مثل همون تیکیته که آدم هر جلسه تکرار کنه، انگلیسی مثل آب خوردن میشه. خب اکو پارانشیم یه اسم دیگه هم گفتیم. میگم الان. بعد این که شما گفتین اکوی و بیش از طبیعی به نفع کبد چرب گرید 1 دیده شد. آقا اینجا چی داره میگه؟ میگه کبد چرب، اینو باید تو آناتومی بگم. الانم بحثم اینه که میخوام بگم آناتومی رو که یاد بگیریم سونوگرافی راحت میفهمیم، نیاز نیست یه آناتومی یاد بگیریم یه سونوگرافی یاد بگیریم. خب وقتی تو آناتومی ما تو کبد رو بکشیم براتون و توضیح بدیم گرید یعنی چی، یعنی درجه، یعنی لایه. خب کبد گرید 1 و 2 و 3 یعنی این حالت کبد، یعنی این حالت کبد چجوریه کبد دقیقاً؟ من نقاشیم خوبیست ولی اینجوریه. خب جان این قسمت کبد رو به گریدهای متفاوتی داره. اینی که من کشیدم یکم شاید مثلا لوزالمعده. گرید همون ابعاد دورشه دیگه. جان؟ گرید یعنی ابعاد یعنی دورش درجه. دیگه. خب یعنی درجه و بعضی جام یعنی مثلا مرتبه. خب درجه. خب اینجا چی داره میگه؟ مثلا کبدی که چربه یعنی یه مقدار این کبده یه ذره چربی داره دیگه، یه ذره. پس وقتی میگه یه مقدار بیشتر از حد طبیعی کبد دیده شد یعنی چی؟ یه مقدار بیشتر، این کبدش گرید 1. درسته؟ خب یه بار دیگه از اول بخونم عنوان یه مقدار بعد
نه طول میکشه. کبد، کیسه صفرا و مجاری صفراوی عنوان این قسمت از سونوگرافی. تحال و اینا هم هست. کل سونوگرافی چیه؟ سونوگرافی شکمه. خب کبد، کیسه صفرا، مجاری صفرا اینجا داره بحث میکنه. توی ببینید این صفحه‌های صفحه سونوگرافی طبیعیه. میگه کبد به اندازه طبیعی 148 میلیمتر و اکوی پارانشیمه، یعنی اکو یعنی همون بازتاب پارانشیم گرفتن یک نواخته و بیش از طبیعی به نفع کبد چرب گرید 1 دیده شد. یعنی یه مقدار که کبد بزرگتر توی این بحث صوت و تصویر گرفتیم، یعنی کبدش گرید 1 یه لایه‌ای هست. عارضه فضاگیر کیستیک یا سولید در پارانشیم کبد دیده نمیشه. میگه کیستیک همون کیست خودمونه. خب میگه عارضه فضاگیری یعنی توی این صوت، این قشنگ تو سونوگرافی هاتون باشه، یه صوتی میره یه تصویری در میاد. مثلا من دیدم ماهی ها، بعضی ماهی ها چشم ندارن توی شرایطی، اینا چه جوری میفهمن جلوشون کسی هست یا نیست؟ دم تکون میدن، اون امواجی که میره میان میفهمن جلوشون خالیه یا نه. اینم امواج صوتی رو برمیگردونه، اینجا میشه تصویر. خب مثلا میگه ما اینجوری کوبیدیم اینجاها صدا داد، اینجا خالی بود. میگه فضا جایی که کیسته فرق میکنه، مثل سینه و مثلا استخون. خب جایی که سفته با جایی که نرمه کاملا متفاوته. اینجا میگه یعنی جایی که کیست داره، جایی که نرمه تو سونوگرافی متفاوت. صدایی که برمیگرده صدای شلیه، موجی که برمیگرده. تو نابینا هم همچین چیزی هست با اساسشون. خیلی مثال باور کن اصلا دیوونه کننده. نه واقعا ازشون سوال کنم. میگه عارضه فضاگیر کیستی دیده نمیشه، یعنی ما تو این برگشت صدا کیستی احساس نکردیم. ضخامت جدار کیسه صفرا عادیه توی بحثش چی و علائمی از وجود سنگ در لومن کیسه صفرا دیده نشد. خب اینجا الان لومن رو که کلا یقینا هیچکی نمیدونه، حتی خانکوشکی. چی؟ خب لومن، خب لومن یه توی گیاها اینا هم به کار برده میشه. لومن یعنی یه مجرای لوله‌ای شکل. خب وقتی آدم آناتومی یاد داشته باشه دیگه، مثل کیسه صفرا که الان میدونیم چیه، برامون یه واژه غریبه نیست. خب لومن اسمشه؟ بله لومن، من دیگه نه داره آخرش. لومن نوشته میشه، انگلیسیش هم میشه L-U-M-E-N. چی شده؟ یه مجرای لوله‌ای شکل. وقتی شما تو آناتومی با مجرای ببینید کیسه صفرا دیدی تو آناتومی چه شکلیه؟ خب یه همچین حالتیه، یه مجرای، یه کیسه صفراییه که بهش آویزون شده. خب یه کیسه صفراییه که بهش آویزون شده. این قسمت رو بهش میگن لومن. این قسمت هم که کیسه صفرا. وقتی ما اومدیم تو قسمت آناتومی گفتیم لومن چیه، پس تو قسمت سونوگرافی وقتی میگه لومن کیسه صفرا خیلی برام راحته. لومن اینجا بود دیگه، 10 جلسه هم با هم تمرین کردیم. لومن کجاست؟ اینجاست. معنیش یعنی چی؟ یعنی مجرای لوله‌ای. بعد وقتی میاد تو عبارت سونوگرافی میگه که چی بود عبارتش؟ آره وقتی میگه و علائم از وجود سنگ در لومن کیسه صفرا، میگه خب تو این مجرای کیسه صفرا سنگی نیست و خدا رو شکر انسدادی نیست. در دیوارهای کیسه صفرا 2 نودول جداری اکوژن، خب که اینجا اصلا نمیفهمیم چیه. 2 که عدد 2. نودول یعنی گره. خب مثلا میگن نودول تیروید یعنی گره های تیرویدی. یه گیریه، یه گرهیه به هم خورده. اکوژن انگلیسیه ولی 2 تا بخش ساده داره. یه اکو یعنی بازتاب، ژنش هم اینجا به معنی بافت معنی میشه. اینجا بنویسید ما یه اکوژن داریم. اکو که یعنی بازتاب، ژن رو بافت بگیرید. اکوژن یعنی چی؟ یعنی بافتی که دارای بازتابه. مثلا سنگ از همه بازتابش بیشتره، یعنی اکوژن نه اینکه مثلا یعنی مولکول بیشتری داره، نه. اکوژن یه اصطلاحه، یعنی میگن مثلا میگن فلان خوش عکسه. خب میگن آره
یعنی مثلا دیدید میگن فلان خیلی خوش عکسه، اکوژن، میگن یه همچین چیزی اکوژنش خوبه، یعنی نه اینکه مثلا یه ماده‌ای توی بدنش بالا پایینه، نه یه چیزی توی این جسم اکوژنش خوبه یعنی یه جسم خوش بازتابه، یعنی خوب تو سونوگرافی نشون میده. مثلا سنگ خوب نشون میده، استخون خوب نشون میده، ولی سینه بد نشون میده. شکمی که چربیش زیاد باشه بد نشون میده، شکمی که گوشتی باشه بهتر نشون میده. و الا مثلا سینه رو هم میشه سونوگرافی کنن دیگه، همون غلطک چیزو بزنن رو پستان، ولی میرن ماموگرافی میکنن. خب میکنن این کارو اما، ولی میخوان دقیق، یعنی سونوگرافی پستان هم داریم، ولی وقتی میخوان دقیق ترش کنن میگن برو ماموگرافی. چرا؟ چون نرم بد ضریب خطا میره بالا، میگن برو مامو با تکنولوژی چیزتری بگیر. میگه سنگی تو قسمت دیده نشد. و در دیواره های کیسه صفرا 2 نودول، یعنی گره، انقدر این نودول و لومن و اینا رو میگیم که مثلا این ویتامین و هورمونا براتون اصلا یه چیز طبیعی بشه. جداری اکسیژن به قطر 3 تا 4 میلیمتر و اینا رو باید واحدا رو یاد بگیرید دیگه. 3 4 میلیمتر یعنی چقدر؟ یعنی یه سانت که مثلا میشه انقدر، یعنی خیلی چیزه. بعضی چیزها ببین مثلا سنگ کلیه تو کف دست یه زبدر، یه علامتی این ناحیه داره، خب یه زبدره که شما این عدد رو، این زبدر رو 3 برابر بزرگش کنی میشه اندازه سنگ کلیه. یعنی مثلا این اگه 1 میله این زبدره توی دست من 1 میله، 1 میله، خب سنگ کلیه من 3 میله، خیلی هم دقیق و قطعی. خب اگه زبدر هم که سنگ کلیه ندارم، ولی سنگ کلیه هم 2 میله، یعنی سنگم 6 میله و اینو یه ذره دیگه. آره خب کسایی که گرفتگی اندام جنسی دارن، مثلا این ناحیه بین پاهاشون تو رفلکتولوژی اینجا که پا بگیریم بین پاهاشون اندام جنسی زبدر خورده، تو قسمت کلیه زبدر خورده. آره شما زبدر بودی بعداً دست و پا دارم. من 1 سانت هم تحمیلم. 1 سانت تحمیلم. جان بفهم. قربان. یه اکوژن داریم، یعنی باستابش بافتیه که دارای باستاب خوبیه. یه هموژن داریم. خب همو یعنی یکسان، یعنی همسان. همو؟ آره همو یعنی همسان، یعنی هموژن یعنی بافتیه که یکسان یه دسته، یه مدل. یه هتروژن داریم، یعنی بافتیه که یه دست نیست. چی؟ هموژن، هتروژن. همو یعنی یکسان، ژن یعنی بافت، یعنی بافت یکسانه. هتروژن یعنی بافتی که یک دست نیست. بعد نوشته قطر کلدوگ و مجاری صفرایی فلان طبیعی است. خب یه بحث دیامتر رو اینا رو مطرح کرده و در مجموع چند تا از این اصطلاحات دیگه. این میشه سونوگرافی کیسه صفرا، که کیسه صفرا رو ما چند تا ارگان کلا رو هم رفته داریم. خب یه نه خیلی نیست، یه مغز، یه قلب، یه ریه‌ست و چند تا. هر کدوم از این چند تا هم یه چند تا چیز مشترک دارن، مثل عصب، خب که مثلا تو عصبش میگن نرو، خب مثل عصب، مثل رگ. خب اینا هر کدومی برای خودشون اسمشون هم یکسانه دیگه. نرو و مثلا به اعصاب میگن، ورید و اینا میگن، که هیچ یه چند تایی مثلا مثل کلدوک که نه گفتم الان کلدوک رو توضیح دادم که مثلا میشه همین قسمت مجاری صفراوی. حالا سنگ کلدوک، کیست کلدوک، اینا یه قسمت های اختصاصی دارن. مثلا تو کلیه نفرون داریم به عنوان مثال. بعد مثلا توی جان آره جلوی لاغری 10 تا بشون فعلا همونا رو بدید. بله کیست کلدوک تو قسمت مجاری صفراییه که توضیح کامل میدیم. منتها بحث اصلیم هنوز ترم بعدی که شروع نشده. بحث اصلیم اینه که یه قسمت هایی کلن چند تا ما
ارگان و اعضا داریم. یه اعضای رئیسمون 3 تاست، اعضای غیر رئیسمون هم چند تا محدوده. خب هر کدوم اینا یه رگ داره، یه عصب داره که همه اسمای انگلیسی و اسمای فارسیش چند تا رگ و عصب و سیاه رگ، یه چند تا هم قسمت خاص داره، مثلا کلدک تو کیسه صفرا و این، مثل کاردیا تو معده و مثلا دئودنوم یا اثناعشر توی معده و امثال اینا. خب امثال اینا. و یه اسم انگلیسی هم هر عضوی از بالا تا پایین داره دیگه. مغز اسم انگلیسی و خود مغز مثلا 4 تا لوب داره، کبد 2 تا لوب داره. سر بخوای چیز کنی، بخوای جمع و جورش کنی، آره همه بار قبلی هم حساب نکرد. نه بگید بی زحمت کار بکار که همه اینا رو بخواید، نه کمتر باشه 38 که همه اینا رو بخواید حساب کنید، چیزو تو همون 10 جلسه بسته میشه. تو بخاطر همین 10 جلسه طرف 10 خانم آبشی چند سال در کار میکنی؟ پدرتون یعنی 10 ساله خب رو هم رفته، حتی به خاطر یه مثلا 10 ساعت 10 تا 1 ساعت حدوداً دیگه، 10 تا 15 ساعت، خب به خاطر یه 10-15 ساعت 16 ساله دارن مریض میبینن، مراجعه میکنه مریض بهشون دیگه، مریض میبینن منتها یه برگه یه صفحه‌ای رو متوجه نمیشن، هم خودشون هم پدرشون هم مابقی همه. خب چرا؟ به خاطر اینکه 10 ساعت یه دوره خیلی راحت رو طی نکرد و وقتی هم دیگه کار کنن، ایشون که 2 سال و نیم سابقه داره، پدرشون 14 سال سابقه داره که هی این اصطلاحات داره براش تکرار میشه. ما برای همین روز اول طب سنتی اومدیم ویتامین ها، هورمون ها، آناتومی و اصطلاحات انگلیسی رو میگیم. دلیل داریم، یکی این که به خاطر 4 تا کلمه همیشه پیش پزشک سرمون پایین نباشه، به خاطر 4 تا اصطلاح و اون اعتماد به نفس حفظ بشه، چون واقعا طب ما قوی تره. خب 4 تا اصطلاح خب باید هم یاد داشته باشیم، باید هم زبون روز دنیا رو بلد باشیم. خب من بخوام هم کانادا زندگی کنم باید زبونشون رو بلد باشم، استرالیا بخوام برم باید بلد باشم. نمیشه بگم من فارسی هم میخوام فارسی حرف بزنم شما حرف من بفهمید. باید زبون اون کشور رو یاد بگیرم. وقتی اومدی تو حیطه پزشکی باید اصطلاحات پزشکی رو که بتونی صادر کنی و دریافت کنی، هم علم اونا هم. چرا داریم اصطلاحات رو کار میکنیم؟ برای اینکه تا 7 سال دیگه از خود پزشک در اون ملکه تر بشه. ولی 7 سال دیگه اومدیم همه مبانی فارسی طب سنتی رو گفتیم، به انگلیسی ها که رسید بگیم حالا الان موقع ایناست. بعد کی میخواد تکرار تمرین بشه؟ هیچ وقت. هفته دیگه آخرشه. کی میخواید تمرین کنید با استاد و به عنوان غیره؟ هیچ وقت. و 7 سال هم فکر میکنید یه دنیای عجیب غریبی پشت پزشکی که شما نمیفهمید، در صورتی که همه اینا خیلی ساده و راحت. این بحثا که ایشالله دونه به دونه‌شو نوشتم به امید خدا. یه بحث آناتومی مغز هم گذاشتم تو گروه، نوشتم کلاس‌های آناتومی مغز که 4 تا لوب داره، مثلا اکسیپتال و تمپرال و دیگه چیا بود، حالا 4 تا لوبشو و داستان‌های دیگه که ایشالله خیلی کمکتون میکنه و خیلی واقعا بده. مثلا من یه وقتی میبینم یه خانومی میاد میگه مثلا پروستات یه خانوم مشکل داشته، پروستات من مرد هست، خب یا مثلا هم نمیدونه معده سمت چپ بدنه یا سمت راست بدنه. خب اینا رو از این چیزا میاریم، هم به صورت تصویری و غیره میاریم، هم چیزای پزشکی رو میاریم، توضیح میدیم حتما دونه دونه که واقعا بفهمید کبد الان کجا قرار گرفته، معده کجا قرار گرفته. من یه جمع طب سنتی بودم، مثلا شاید بگم 30 تا از درجه 1 های طب سنتی بودن. بعد به من گفتن که تعارف زدن، گفتن که مثلا آناتومی بگو. من فکر کردم مثلا دارن منو بالا میبرن، یعنی میخوان مثلا احترام بدن، میخوان اعتماد به نفس بدن، یه همچین چیزایی. گفتم یا احترامی که چون نماینده خیراندیشیم، یا اینکه مثلا میخوان بگن که شما صحبت کن که یاد بگیری. مثلا تو این حالت کسایی که 20 سال طب سنتی داشتن کار میکردن و معروف بودن توی هر کدوم تو شهرهای خودشون، بعد به من گفتن آناتومی بگو. من گفتم نه بابا جسایت نه. بعد دیدم نه اصلا واقعا بلد نیستن، یعنی یه خواهش از من که آناتومی بگو یاد بگیریم مثلا.
واقعا من فکر نمی‌کردم که کسی که 20 ساله داره، آخه تو چجوری داری دارو میدی؟ خیلی برام سواله. 20 ساله داری دارو میدی، بعد نمیدونی این دارو از کجا میره، از کجا دفع میشه، یعنی کجا جذب میشه، کجا دفع میشه، کجا چه طریقیه. بعد آزمایش تو نمیتونی بخونی، چطوری میفهمی اوره طرف چیه؟ حالا ابزار تشخیصی داریم درست، خب اینا رو هم یاد بگیریم کنارش، چه ایرادی داره واقعا؟ توی مثلا شما نبض رو نمیتونی تو 10 جلسه یاد بگیری، بعد 10 سال کار کنی، ولی اینو میشه تو 10 جلسه یاد بگیری. کلا هم من طب کلاسیکو نوشتم، یه بحث آناتومی داره کلا، یه بحث داروهای شیمیایی داره، یه بحث مبانی داره، خب که 3 تا بیشتر نیست. حالا لوازم پزشکیش هم میشه 4 تا، یعنی کلا 4 تا بحث داره که تو 4 تا بحث 10 جلسه ای ویتامینا و مبانیشو که به صورت خود پزشکان بهتر گفتیم، آناتومیش هم همونطور که بشه قابل فهم شد، بحث ابزارهای پزشکی و قرص‌های شیمیاییش هم که باز از خود پزشکا بهتر میدیم. یعنی کلا همین 4 تا مبحثه، ولی اینو تموم کنیم با خیال راحت. بعد ببینید تو طب سنتی چه دنیایی هست، یعنی عنبیه شناسی هست، زبان شناسی هست، ناخن شناسی هست، چهره شناسی هست، بول و براز هست، شاغول هست، همه اینا تازه میشه ابزارهای تشخیصی و چه دنیای چه دقتی بیشتر از اینا داره. منتها ما باید اینو بفهمیم که بتونیم ارتباط برقرار کنیم. تو بحث‌های دارویی بحث نرمش ها هست، بحث مثلا بحث فکری هست، حالا یه سری مدیتیشن ها امثال بحث طب سوزنی هست و این داستان تمومی نداره. خود پروفسور خیراندیش هم که نگاه کنه همچنان داره مطالعه میکنه، این داستان تمومی واقعا نداره. خب که بعد با خیال راحت میریم تو بحث خواص گیاهان دارویی که 1000 نوع گیاه با 1000 تا خاصیت و داستان‌های متفاوت، و همینطور بحث‌های دیگه، بحث‌های تشخیصی که خودش 10 تاست، بحث‌های روانشناسیش، بحث‌های درمانیش که از شما مثلا خونه نمک بگیر تا روغنمالی تا سبک زندگی، و همینطور آناتومی خود طب سنتی که طب کلاسیک دقیق‌تر آناتومیش و هم دقیق‌تره طب کلاسیک، هم که با زبون روزه. چه اجباری داریم کسی که 1000 سال پیش یه اصطلاحی میگفته نه الان هم خودش هم بود نمیفهمید اون اصطلاح چیه ما به کارش بگیریم؟ چرا آناتومی طب کلاسیک رو نگیم که هم دقیق‌تره هم زبان امروزه؟ خب این قضیه شکسته بندی، آره اونا اعمالی ادبی شکسته بندی، نه برداشتن خال و اینا هم که اصلا دنیایی داره طب سنتی تموم بشو نیست، ولی طب کلاسیک رو میتونیم اگه به زبان امروز حرف بزنیم تو 20 جلسه. قرصا و داروها و همه اینا خیلی هم به لحاظ پرستیژ و اینا براتون خوبه که قرص رو میفهمید، آزمایش رو میفهمید، سرم زدن، آمپول زدن که همش سرجم کار 6 ماه اینا کامل یاد میگیرید. ما بقیش هم انشالله دوره های متفاوت و غیره یاد میگیرید. سونوگرافی رو میخواستم کامل بخونم دیگه، خانم عوارشی که فوق العاده بمب انرژی منفی بود و به جای مثبت دیگه خلاصش کردم. ولی همه این اصطلاحاتی که گفتم، نودول، لومن، اسم انگلیسی اعضای مختلف، تمام شد کلاس ما. خواهش آره یه امتحان هم میگیریم آخرش، مدرک میدیم سر این هزامتش. آره به کلاس تمام شد بریم. خب صلوات بفرستیم. سوالی، بحثی، انتقادی، پیشنهادی؟ شما های مقایسه جلسه آخر اگه انتقادی دارید، اگه پیشنهادی دارید، خصوصا انتقاد که نه آره کاملا استاد سالاریه، ولی این جزوه رو کی میگه؟ آها نه دیگه. خب سوالات دیگه یه جزوه دادیم دیگه بر ترم یکی دادیم خداییش. ما که ندادیم. خب دیگه تقصیر من چیه؟ خب شما نگاش، یعنی الان واقعا دوست دارید کتاب کودک بدیم؟ یعنی مثلا رنگامیزی شده و اینا، مثلا بگم مثلا کبد را رنگ کنید بیارید برامون. خب کتاب علمیه دیگه، چرا اصلا شما نگاهش نکردید؟ خب قطعا شما فونت و ایناش خوشتون نیومده، مثلا عکس نداشته اینا. حالا شما سعی می‌کنید تو آناتومی حتما یه سری پیکا بدید که کبد رو هم رنگ خودش رنگ کنید، مثلا سیاه رگا رو اینا رو حالت پیکیش می‌کنید.
و خب انتقاد، پیشنهاد، چیزی بحثی، تکرار اگه زیاده، اگه کمه تکرار مباحثمون، امتحان هم میگیریم ازتون حدوداً یه ماه دیگه. آره. آقای بزرگ بعد بخونید. هم برای همون یه ماه دیگه میگیرم. آره. خب یعنی میتونم الان بگم که همه چی یادتونه. آقای بزرگ خب این گریدی که گفتیم یعنی درجه، یعنی ابعاد دورش هم حساب میشه دیگه یا نه؟ آقا برای بحث مدرک ها بگم. الان واقعا نشون دیدن داره. یکم بکشید اون ورتر. من نبینم. خب بیاید اینجا به من بگید میخوام برای یه ماه دیگه چیز کنم. پیشنهاد، حرف، تکرار اگه کمه، زیاده، مباحث سخت، آسونه، یه چیزی بگید. خب برای من انگلیسیش فقط سخته. کار میکنه. یعنی هیچ انتقادی ندارید؟ خیلی خوب بود، خیلی عالی این آره این سری یک مقدار که فاصله خوبم به خاطر بیشتر ماه رمضان. خانم چی بودن؟ سعادتی بودن؟ خانم آرمان شما سعادتی یوسف آبادی. پیشنهادی ندارید تو این دو جلسه؟ دارم؟ بله بفرمایید. آخه منم بگید پس برگرد. برسونم. آها برای اینو میخواستم بگم. میگم 102 کلش این وصل باشه یا قطعش کنم آقای بزرگ؟ قطعش کنم یا برای باشه؟ بحث مدرکان برای بحث مدارک من دو سه تا نکته خدمتتون میگم. مدارک